این برنامه بومرنگ. سلام دوستای من. برنامه امروز با یه معما شروع میشه. دیدیدیدین. میدونید این چیه؟ آقای کارگردان لطفاً یه تصویر بازترش رو نشون بدین. آها. فکر کنید. خب خیلی سخته. یه راهنمایی میکنم. این وسیله میتونه پرواز کنه. خب فکر کنم معما حل شد. ای بابا، این یه بومرنگ دیگه. آخه یادش به خیر بچگی‌ها. همه یه بچه محلای ما یه دونه از این بومرنگا داشتن. با پرت کردن اون توی فضای اطراف کلی بازی میکردی. به هر حال بازی خیلی جالبیه. راستی بومرنگ رو از چوب میسازن. جالبه که بدونید در گذشته‌های خیلی دور، یعنی قبل از اینکه حتی تمدن به وجود بیاد و یا خیلی قبلتر از تولد اجداد ما، این وسیله برای شکار کردن استفاده می شده. یعنی از یه چوب خمیده مثل این. آخه پرنده بیچاره. اما امروزه وقتی از بومرنگ صحبت میکنیم یه تصویری این شکلی به ذهنمون میاد که وقتی اونو پرتاب میکنیم دوباره به طرف ما برمیگرد. جنس این بومرنگا امروزه از ماده‌های سبک مثل چوب و پلاستیک ساخته میشه. قدشون هم بین 30 تا 60 سانتی متره و معمولاً 2 تا بال دارن. خب البته با بیشتر از 2 بال هم ساخته میشن. مثل اینا. راستی بهتر بومرنگ بازی رو یاد بگیری. شاید یه روز مجبور شدید شکار کنید. شوخی کردم. امروزه بومرنگا برای بازی و ورزش هستن. بهتره یه نگاه دقیق به بومرنگ بندازید. اونا خمیده هستن. سطح صافی هم ندارن وقتی که از این طرف نگاه کنی. مثل بال هواپیما یه طرفشون صافه و یه سمت دیگهشون محدبه. یعنی این شکلی. یعنی برجستن. این شکل خاص باعث میشه که بین دو سطح اختلاف فشار هوا ایجاد بشه. و همین فشار هوای بیشتر در یک طرف باعث حرکت اون به سمت دیگه میشه. خب حالا موافقید یکم بومرنگ بازی کنیم؟ چطوره؟ خب بذارید یادتون بدم. آخه من قهرمان پرتاب بومرنگ بودم. خب همونطور که مشاهده میکنید اینم عکس منه که در حال پرتاب بومرنگ در مسابقات هستم. خب میخواید به شما هم آموزش پرتاب بدم؟ بزنید بریم. برای این کار باید بازوی شما خیلی کم خم بشه. یعنی نسبت به این خط فرضی یک کمی زاویه داشته باشه. آها. و حالا پرتاب کنید. خیلی خوب بود. نگاه کنید. بومرنگ همزمان که میچرخه به جلو هم حرکت میکنه. البته این بال که بال جلوییه و در جهت پرواز میچرخه سریعتر از بال عقبیه. یعنی این تیکه در خلاف جهت پروازه. و چون مرکز فشار بومرنگم اینجاست که جلوتر از مرکز ثقل اونه، باعث یه حرکت دایره‌ای شکل هم در موقع پرواز به جلو میشه. یعنی همین که میبینی. دور میزنه و بر میگرده. آها، گرفتیمش. خب آفرین، خوب یاد گرفتید. حالا میتونید با دوستای خودتون توی یه محیط باز کلی بومرنگ بازی کنید. امتحانش کنید، خیلی باحاله. خداحافظ دوستای من.